دخترم تاج سرم، ای امید و باورم، تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم. دست تو آرام بشه قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی اشوت میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم؟ السلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشابینان عزیز شبکه شهنان. امروز جمعه تبریکاتی شهنان در طربخانه شاه نظر برای تبریک کردن جشن زادروز رمیزکه و عروس خاندان آمدیم که امروز جشن زادروز شبنم بانو شده ایستاده است. میخواستیم امروز صاحب جشن ها را در روز خورسندی تبریک گوییم و این لحظه های خورسندی را همراه شمایان به هم بینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان ما آغاز کردیم. سلام چوبوی خوش آشنایی و آن مردمی دیده روشنایی، درود چنار دلی پارسایان و آن شوی خلوتگاه پارسایی. سلام و درود به پایان. السلام علیکم پدر مادران عزیز، مردمی سربلند و بارونند و ناموسدار آهلیک و سمرقند چوپند. یکی شما را به امروز روز خورسندی شادیانه خاندان زیبای رمیزکم خوش آمدیدتان میگویم. قدم های شما را بالای دیده میخوانیم. البته رمیزکه همراهی خواهر نازنین ما گل رفایتی و همچنان امیرجان شبنم بانو را حاجی بابا حاجیانه اتم خل بابا و همچنان گلسره حاجیانه را به صحنه میخواستیم تکلیف کنیم و البته بابا جان های عزیز، استاد سخن، استاد سند سلیم بابا را و جعفر امک را میخواستیم به صحنه به نزد ما دعوت کنیم. با قرصک های مهمانان مرحمت. بابا ها مرحمت، حاجی بابا مرحمت، سلیم بابا، اتم بابا، جعفر امک شما را میخواستیم به صحنه نزدیکتر آمدانتان را. السلام علیکم. یک روزکه مرحمت، همانجانی خاندان یک روزکه مرحمت. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی اشوت میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم؟ السلام علیکم. السلام علیکم. رمیزکه زادروز مبارک، روز تولد را، امروز روز شکرانه را، روز خورسندی را برای شما، برای حاجی بابا، برای حاجیانه، برای گل رفایتی مبارکباد میگویم. مبارک باشد. امروز همه صاحب جشن ها را، البته فرزندان عزیزتان را، امروز امیرجان و شبنم بانو رمیزکم را از نام استاد عزیزم سلیم بابا، از نام خالجان عزیز و مهربان من، از نام سریانه، از نام سهرابکه نورافسانایتی صدقاً میخواهم تبریک گویم. سر اول میخواستم از نام همین سلاله اتقلتقان برای شما، برای حاجیانه، از نام خاندان استاد عزیزم، از نام اهل عائله سهرابکم نورافسانایتی تشکر رسانم. حاضر بیرون صحبت کردیم، گفتن که حسین جان ما تعریف نه افتخار میکنیم، فخر میکنیم که با چنین عائله رشته خداگری را پیوست کردیم. چقدر که خرسند هستیم، انا همان شبنم خاندان ما و خاندان آنها هم دختر شده در آمد. ما افتخار میکنیم از بودن چنین عائله ها،
از خداوند میپرسیم که شبنم خاندان ما در آن خاندان فقط دعای نیکی علی همان نورانی های خاندان را حاجی بابا و حاجیانه را گرفته کردند، دعای نیکشان را گرفته عائله خوشبخت و مستحکم را مانند حاجی بابا و حاجیانه عائله بهترین را برپا کنند و همیشه از پشتشان افتخار کنیم. سر اول تشکر علی همین خاندان را برای شما عزیزان میرسانیم. مبارک باشد. رمیزک زادروز مبارک. از نام خداها، از نام فرزندان شما را تبریک میگویم. چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو سینا در دل و در دیده باشی، چو جامی عاقل و فرخنده باشی. بگذار همیشه همراهی گلرخایتیم در سری فرزندان سایبان شده، مانند امروز جوان و زیبا شده، زیبی محفل ها شده، دعای نیکی پدر مادران را گرفته گشتن برای شما نصیب کنند. امیر جان همراهی شبنم بانو عروس نازنینتان، چقدر که پدر انسانی بهترین هستند، بابا انسانی اصیل هستند، همین از قدم آنها را زیر کرده صاحب یک چند فرزندهای صالح و صالحه شده گشتن برای شما نصیب کنند. امروز حاجیانه میخواستم برای همین دختر نازنین خاندانتان، برای شبنم بانو از نام استادم سلیم بابا، از نام پدرشان سهرابکم رسانم. دخترم وقتم زرم بال و پرم، معنی عمرم سمایم اخترم، با لبی خندان و چشمی اشکبار میروی امروز ز درگاه و درم. یاد دارم کودکیت آن زمان، دستی من بگرفته تازان می شدی، لیک از من دور فتاده ناگهان، بر زمین افتاده گریان می شدی. دخترم لایق به همسر گشته ای، در بهشتی عشق دلبر گشته ای، شکر می گویم ز درگاه خدا، قطره از حوض کوثر گشته ای. دخترم صدق و صداقت پیشه کن، عشق با مهر و وفا هم ریشه کن، تا که گردد نهال عمر با بقا، از بد و نیک و جهان اندیشه کن. دخترم پندی پدر را یاد کن، با تحمل باش عمر آباد کن. راضی میمانم ز تو در دو جهان، گر ز تو راضی بماند همسرت، جان من آباد بادا خانه‌ات، تکیه بر داماد بادا شانه‌ات. امید داریم که شبنم بانو همین پند پدر را و گوش همچون گوشه‌باز میکنید و دعای نیکی حاجی بابا و حاجیانه را گرفته سرسبز و منور شده، صاحب یک چند فرزندهای صالح شده، اینها را با عبیره ها خرسند میکنید. گفته امیدوار هستیم زادروزتان مبارک باشد. این روزی خرسندی را عطاقل بابا، از نام سلیم بابا، از نام جعفر احمد، از نام اهل عائله هایشان برای شمایان مبارکباد میگویم و از نام همین خاندان، البته از نام سرایانه، از نام حاجیانه داریت خالم، برای حاجیانه عزیز رمزی تشکر برای چنین مهربانی، برای چنین غمخواری برای شما، برای گلرخایتی گلدسته های زیبا داریم. میخواستیم با قرصک های مهمانان برای هر دوی شمایان تقدیم کنیم. مرحمت، گلدسته ها را تقدیم میکنیم. مرحمت. گلرخایتی مرحمت. مبارک باشد. امروز روزی خرسندی است، در این روزی بهترین استادی عزیز میخواستیم سخنهای تبریکاتی را باز ما با تاریخ مهر میکنیم با کتاب کلانترین شهنام. مرحمت. نو ادبی گپ زده بودیم که آهنگی گپ میزدیم. آدم باجان شما سروری عائله، نیکروز جان شمایان آجیانان ریبانو بید. ما از ازل بیگانه نبودیم، از ازل ما خویش و تبار هستیم. در این روز با خواست الله امروز باز رشته خویش و تباری را با از این هم نزدیکتر کردیم با طفیل فرزندان نبی رحمان. همین روز خیلی باور کنید چنین خرسندم که هم رمیز جان دادرک عزیزم، امیر بیگ فرزندک عزیزم، شبنم بانو اینها زادروز دارن
البته باز یک بار دیگر اینها رو با همین روز منورشان، با همین روز خوشنودیشان تبریک و تهنیت بگیم. الها نیگروز جان در سر همین ها شما برای اینها هم به جای پدر هم به جای مادر شد. حاجی بابا سرک همینا به حاجانه که گتی دعاگوی قبلگاه باشید هم یک اتاق. خدا بختشانت جوانهای خوش پیر شوند. همین رمیز جان تاکی نبیره ماند گل روی جیانم گتی مایرش بسیارش بعضی نامرش گم کرده بعد رمیز جان گم کنده بعد بیگیش نامرش چی بود تایده فرسده ایستاده شما نامرمان شمار کتی الهی. حاجی با نیگروز جان، امیر بیک، رمیز جان، حاجی آنه، گلرو جان هم یک اتان به سلامتی آیلات و به تینجی آبادی انمین مهر و عاقبتی خداگی و خیش و تباری هیچگاه کنده نباشد و بینک ما کل ناگذر شود. ما از ازل حاجی با کتی نیگروز جان کتی ما من خدا شدیم یکی ما دادر و برادری قیامتی هستیم. همین دادر و برادری قیامتی ما تا ابد تا ازل مانه. شما با سلامتی تینجی آبادی مرمید. سلامت باشند. دعای پیران مستجاب است میگویند استاد عزیز. هر یک سخنها از صمیم قلب برآمد. بگذار همیشه سایبان یعنی همین لمدی حالها شده کرده. حاجی بابا مرحمت. Açtım marka توی امیرجان گذراندگی بود اسم باید دانش پاتیف کده gibi این اول محکم داشته که بدایده این اولش روی ارواح همه گذشتگان رضا با قیاس با معلم اول روی ارواحشون شاد شوند مراکشون خود از نور شود ما وقتی اوچاسکه که رفتگی بودیم اینا خود یک کارتر هم مریم بودنده معلم هم مراد خلنه همون رضاقو همون پریتور و قراول بودن شون که انگورشون بود کنش تویل دولار هم قراول بودن همه یک دنیم تا انگور دوست بیاگر اول بینه که رضاقو همجا هستی همی نیستی همی ایجاد رو هستی همه تو جوزبو نره رضاقو نزدیک هستی هم نمیستی برای اپش میره آقوبت بوده همه امیرجان و همه یک سالگیش تولد شده خدمت چه کدام بودگی خدای تعالی یک نظر کدگی بودیم من دویاش خوشت پیر شوند پیری به دولت شوند همه همون چی نیت داشته نیتوی راست همه نیتوی نست کده بودن جامعه عمل کشد مول شویم کم نشویم رفت آمدم و این زیاد شود و امیر آقوبت شویم لویم فرزندکای من همه تویوش بینیم تا سلامت گردیم من همه دوره بشتگی آدم ها هم موزون هم نوان گفتیم موزون هم بگیم نیتوی نسکتی اومدگه من همه خیلی روز نویره توی ایوره توی همه رو من روزی نصیب کنم همه نیتاکا شما همه هم رسم من نوریه من 20 سال 30 سال وزا من خواره ماهایی همه خدا رحمتی پدروز می اومدن این علایده با یک اومد دو اومد این گست نو اومد سمت با می گفتن که خانی باید دختری من جا جوزانه باید دختر ماهان همه روزی که همه سمت با همه آدم دختر گفته خواهر کدگه ما نیرویه خواهر گفته خواهر کدگه همه الهیم من حاجیانه حج به رفته اومدم سفر به رفته اومدم منجا سماویتی هم شب اومدم الهی من امنیت هم همو زیارت هاشون قبول شود چی نیت ها کدی رفته اومدن نیت هاشون برسم همینه هم کیا گفته رفتم من همین نیورهای گفته رفتم همونجا تشونه زدن سنگا زدن نمازه خوندم همه برای هممون ایل اولاد خودمون الهی من همینه هم ساخت سلامت باشم هر کی چی نیت داشته که باشه جامعه عمل پوشد اما وقت ساخت سلامت باشه سنجام رحمان Assalamu
علیکم دوستان عزیز، مهمانان محترم. من چنانه که سلامتی گفتن، چنانه که ازبکو میگویند خدا چلیک این نیل چلیک میگن و مانند گفتنی سلامتی و همزبان ما الهیم همین یاشا گوشه پیر شوند، حضور حلاوت زندگی بینند، از زندگی چی آرزوهایی داشته باشند الهیم جامعه عمل باشند. کویا که عزیزون همراه همسرش گوشه پیر شود، پیری به دولت شود، حاجیانه شوند، حاجی او شوند و مانند احکام گلسرای دیم. و این یاشکا پدر و مادری مهربان شوند، سال آینده مانه همین خیل فرزندو که تسهیل کنند، اگزاکو که تسهیل کنند. از خدای مهربان میپرسیم که همه وقت نو بخت و سعادت دیا، شو خرسندت دیا، یا شب عمری دراز، پیرو و ایمانی محمدی دیا. زبان ما تینج کنند. من ببینم چخیل زمانی آزاد، آباد، سیری پوری به زندگی کرده استاده. همه وقت همیشه زندگی ما پیش رود، مور شویم و کم نشویم. غم و اندو از همین اولاد مهان، از همه همین اشتراک کننده دور شود. فقط خرسندی ها برسونه خدای مهربان. همه کتون برای همه نوری دیده تاج سر. خب آنها با رقص تبریک میکنند. حالا باشد از نام اهل عائله برای عروسی نازنین، برای دختر نازنینی اهدام بابا در اینجا تحفه های ارزنده و زیبنده است. گوشوارهای طلا، انگشترین طلا میخواهم با قرصک ها و صوت و صدا برای امروز عروسی نازنین تقدیم کنند. مرحمت حاجیان خودتان برای نبیره شیرین تقدیم کنید. مرحمت، زادرس مبارک باشد. مرحمت. از این سهرابتر رفت صدایتی از نام آمجان و مباجان خواه آمجان خواه مرحبا. باشد مهمانان عزیز، ما باشد با دقت همه شمایان تشکر میگویم. بار دیگر به امروز لحظه های خرسندی این خانواده خوش آمدند. در خدمت شما جامعه تبریکاتی شهنام بودند. سرودهای بهترین و رقصی را با افتخار شمایان میگذاریم. همه را به رقص تکلیف میکنیم، یک جای همراهی صاحب جشنها میرقصیم، خرسندی میکنیم. سهرابک روز خرسندی فرزند مبارک باشد. بار دیگر از نام شما امروز صاحب جشنها را صدقا تبریک میگویم. مرحمت، سرودهای رقصی برای شمایان. تشکر. پژمردگی سامان بستان مادرم، روز و شب خوابت نمی آید زی سوزش های دل، در غمی من کوچه خندان خانه گریان مادرم. رجبیانه شما پیر آهلی که ما هستید، فرشته ان همین اولاد و سلاله ما هستید. ناراحت نکنید، ما میریم پیششان.
شوم مقصدشون گم شوم در نقاط که آرزوهاش برسم. زارا تشکر می‌گویم برای یادهای نیک و صمیمانه. تشکر. یک عزیزان امروز صاحب جشن‌ها را رمیزکه امیرجان شبنم بانو را البته از نام خاندان سلیم بابا سریانه سهرابکه و نورافسنایتی ها ماناجان و بابا جان ها تبریک کردیم. این لحظه های خرسندی را همراهی شمایان به هم دیدیم. با ما باشید. با شبکه شهنان سلامت باشید.